ما با یک قوم شدیداً مشکل داریم که او عبارت از افغان است که او را میگن پشتون بعضی اوقات. با که در قوم پشتون مشکل نداریم. ما داریم شدیداً، ما تاجیک هستیم، ما داریم. شما که ندارین گپ خودتان. آقای فارسی نیوز افغان گفتن آقای یک لحظه امیر بیا کمی تصحیح بگو. ما با حامی طالب مشکل داریم. نه من ندارم با حامی طالب مشکل. ما کسی مشکل دارم که جد شمان الله خان است و این کشور سنگ تهدا بشه بر اساس قوم پرستی گذاشته. یک لحظه گپای چه از خودت بپرسم فارسی نیوز. یک لحظه یعنی پیش از طالب ما که افغان مشکل نداشتیم. آقای فروتن، ما پیش از طالب که بیا طالب خونه آمده، ما که دی وقتی که ایران قتل عام میکردن مردم ما را، حبیب الله کلکانی را به شهادت رساندن، تیرباران کردن، وقتم طالب بود یک سوال میکنم از گپای بی سوادانه نباید بگویم. نه با که در قوم پشتون مشکل نداریم. ما داریم شدیداً، ما تاجیک هستیم، ما داریم. شما که ندارین گپ خودتان است. از قوم نه، با نظام های شدیداً مشکل. ما هم شخصا با قوم مشکل ندارم. ما با کسی مشکل دارم. یک لحظه دوستان، ما گپ یگان دفعه باز مستی و شوخی میگم، یگان دفعه رسمی گپ میزنم. ما با قوم مشکل دارم که در قرآن امضا کرد و گفت که حبیب الله کلکانی بیا ما اینی قرآن امضا میکنم پشتون است. یک قوم میگه که یا یک نفر؟ نه یک لحظه. آقای سادات یک لحظه. ما با قوم مشکل داریم که قرآن شریف که کتاب مقدس مسلمان است در او امضا کرد و گفت حبیب الله کلکانی من مسلمان هستم، رهبر پشتون هستم، من امضا کردم بیا در کابل کار کنم. چند نفر بودن اون وقت؟ او برادر رئیس جمهور افغانستان بود دیگه. تو وقتی از قوم میگی قوم یک نفر دو نفر گپای میزنید که شما مرا خنده میتین یک دفعه. رئیس جمهور بود دیگه. یک دقیقه کوتاه اجازه باشه. اون موقع گپش اهمیت داره که اینمی مردم فقیر